بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز جان، چقدرند از تو پهلوانتر و قهرمانتر، اما خداوند به تو این توفیق رو داد که به اون پیرزن و اون ناتوان کمکش کنی. چقدرند از تو پولدارتر و ثروتمندتر، اما خداوند تو دلت گذاشت و توفیقت داد که تو کمک کنی به فقیر. چقدرند از تو زرنگتر و عالمتر و فهمیده تر، اما از بین همه این خلایق خداوند تو رو انتخاب کرد و به توفیق داد تا امر به معروف و نهی از منکر بکنی، به دیگران علم یاد بدی، در راه اصلاح جامعه کوشا باشی. عزیزان، این اختیار الهی است، این توفیق خدایی است. به خودمون هرگز مغرور نشیم، دیگران رو تحقیر نکنیم، بر خدا و بر جامعه منت نذاریم. توفیق از جانب خداست، شکر خدا به جا بیاریم و تواضع و فروتنی داشته باشیم.